نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. حاضرین گرامی و بینندگانی که شوق و علاقه دیدن درس های اسلامی ما و دیگه علما را داشتین، امیر به یاد داشته باشین عزیزای گرامی که علما همیشه مهربان هستند، همیشه مانند پدر شفقت بر بالای امت و ملت داره. من خواستم امرشته شفقت و مهربانی من وادار میکنه که شما را در 4 دانه درود مبارک رسول علیه السلام به شما درس داشته باشم که 4 درود مبارک را بخوانید. هر 4ش 4 ویژگی، 4 خصوصیت، 4 نوع ثواب در زندگیتان الله عطا میکنه. 1. این درود را حفظ بکنین و بخوانین. اللهم صل علی محمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء العرش العظیم. اللهم صل علی محمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء العرش العظیم. این درود شریفه بخوانین. اگر کسی این درود را بخواند سعی کنین پاداشتشه، ثوابشه. هر کس این درود را بخوانه به اندازه زمین و آسمان و عرش به او ثواب میدهد. عرش خدا چقدر کلان است میدانید؟ اینقدر بزرگ است عرش خداوند متعال، مانند که یک نخود، یک ارزن یا یک گندم را به دهن شتر بندازی. یک دانه گندم به دهن شترش معلوم نمیکنه. 7 آسمان 7 زمین در پیش عرش خدا اینقدر کوچک است. عرش خدا اینقدر کلان است. اگر اینمی درود شریف بخوانین 1 دفعه 10 دفعه 100 هیچ مشکل نداره. هر چقدر میتونین به اندازه 7 زمین و آسمان، به اندازه روی زمین و آسمان و به اندازه عرش خدا الله متعال ده توش ثواب میده و به شما ثواب عطا میکنه. 1. 2 درود شریف. هر کسی درود شریف را بخواند در روز قیامت عمل نامه‌اش از نیکی ها پر میشه. هر کسی درود شریف که به شما اشاره میکنم بخواند، ثواب و پاداشتش باعث سنگینی عمل نامه اش میشود. عمل نامهش طرف ثوابش بسیار سنگین و گرنگ میشه. وقتی که عمل نامه ثوابت گرنگ شد، عمل نامه گناهت پایان میکنه. این درود شریف ای است. اللهم صل علی محمد النبی الامی و ازواجه امهات المؤمنین و ذریته و اهل بیته کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید. این درود شریف باعث سنگینی و گرانگی اعمال نیکتان میشه. سنن ابی داود صفحه 227 جلد 2 حدیث رقم 982. اللهم صل علی محمد النبی الامی و ازواجه امهات المؤمنین و ذریته و اهل بیته کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، یا کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید. این سبب گرانگی اعمال نیکتان میشه. این درود شریف بخوانید. 2. 3 درود شریف. اگر خواستی از سر پل صراط به مانند ماه درخشان تیر شوی، یک پل از در روز آخرت در وسط و بین دوزخ گذاشتگی است برای پل صراط. صراط معنی راه. از اونجا هر کس را الله متعال تیر میکنه، ما و شما هم تیر میکنه. اگر خواست از اون پل باریک مانند برق، مانند مهتاب تیر شوی و در روز آخرت هم چهره و رویتان، وجهتان مانند مهتاب درخشان و سفید شود، این درود شریف را بخوانید. اللهم صل علی محمد حتی لا یبقى من صلاتك شیء و بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتك شیء و سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامك شیء. این درود شریف را بخوانید. از پل صراط مانند مهتاب و برق تیر میشین و در روز آخرت در میدان محشر رویتان مانند ماه 14 می درخشد، سفید میشه، درخشان میشه. 4 درود شریف. اگر 3 مرتبه این درود شریف را بخوانید، 3 مرتبه این درود شریف را بخوانید به اندازه ایزی که شب تا صبح درود خوانده باشید. چرا؟ همین
مطلق درود شریف، هر درودی که میخوانین یک دفعه بخوانین 10 دفعه الله به شما رحمت میده. حتی در یک حدیث یک دفعه بخوانین الله متعال 100 رحمت برتان میده. این درودی که به اندازه 3 دفعه خواندنش به اندازه تمام شب درود خواندن ثواب داشته باشد، این درود شریف است. اللهم صل علی محمد فی الاول کلامنا، اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا. آسان کوتاه. اللهم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا. این درود شریف را بخوانین به اندازه 3 دفعه خواندنش به اندازه تمام شب درود خواندن الله متعال با شما ثواب پاداش عطا می فرماید. پروردگار ما شما را زبان درود خوان و زبان ذاکر نصیب بگرداند.